بچه‌ها به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدین. اسم من آیسانه و امروز قراره با هم تور دانشگاه امیرکبیر رو داشته باشیم. پس با من همراه باشین. خب بچه‌ها این در ورودیه و ما از اینجا قراره بریم تو. اول کارتمون رو نشون میدیم چون دم ورودی همیشه کارتمون رو چک میکنن. خانم فرینش کارتتون همراهتونه؟ خیلی خوب. کارتمون رو اول میریم نشون میدیم و وارد میشیم. بعد بهتون نشون میدم این دور و برا. به دانشگاه امیرکبیر خیلی خوش اومدین. خب اینی که دارین میبینین و دارین نمیبینین اینی که دارین میبینین سردر حافظه و اینکه امکان نداره دانشجوها با این سردر عکس نداشته باشن که البته ما نداریم. و خب کلی این که وارد دانشگاه که میشین با این صحنه مواجه میشین و بعد الان قراره که تمام چیزایی که دانشگاه داره، دانشکده ها رو بهتون نشون بدم که ببینین حیاط دانشگاه و اینا چطوریه. سمت راستمون که وارد میشیم کتابخونه صبوریه و خب من قراره بریم و لابی کتابخونه رو بهتون نشون بدم. پس با من همراه باشین. خب بچه من این تیکه کتابخونه خیلی دوست دارم. کتابا اونورم نشون میدی؟ اونورم نشون بده؟ آره اون کتابا و طرح کتابا خیلی بامزه است. حالا بیاین داخلم بهتون نشون بدم. اینجا چرا عوض شده؟ بابا یه دیدگاه دیگه اومدی. خب آقا مثل این که اینجا یه چیزی راه انداختن که ما ازش بیخبریم. موزه دانشگاه نبودن. موزه دانشگاه. بیا آفرین بیا ببین اینا مدانه. اون تو نگاه اون امیرکبیره. این میگم اونجا رو در نبود. چرا بودش؟ خیلی امیرکبیر دوه. آره و مثل این که این اختراعات و یه همچین چیزایی باید باشن و چیزایی که بردن بچه ها. خلاصه که اینجا رو موزه کردن و در کل این سمت اینجا پر مبل و اینا بود که لابی کتابخونه بود، ولی اینجا لابی کتابخونه مونه. حالا من نمیرم کامل بهتون نشون بدم چون خیلی ویدیو طولانی میشه. حالا بعدا اگه خواستین توی کامنت ها بهم بگین. ولی طبقه پایین میشه کتابخونه اصلی که حالا همه کتاب اونجا هست. یه سری کامپیوتر هست که کتابایی که میخواین رو سرچ میکنین، اگه بود میرین جاشو پیدا میکنین چون خب کتاب خیلی زیاده. و طبقه اول سال مطالعه آقایونه، طبقه دوم سال مطالعه خانوماه، طبقه بالاش چیه آفرین؟ اطلاعی ندارم. ولی خب اینجا هم یه سری اتاقا و اینا هستش برای فیلم برداری و اینا که انشالله اگه شد بعدا ازشون استفاده خواهیم کرد. اینی که میبینین داداشم امیرکبیره که خب دیگه توضیح ندارم دیگه بدم امیرکبیره دیگه چی کارش کنم. خب بیا بریم دانشگاه رو بهشون نشون بدیم. آقا من خیلی الان خیلی اینجا که یا خدا یا اول فرض به خاطر این که حالا یکم تو هم زایی بازی دارم نیار ها. به خاطر این که من تو دانشگاه تا حالا ویدیو نگرفتم و خب میدونی وقتی ویدیو میگیری آدم اینجا که به اینجا که نبینین منو. خیلی خوب ایگنور میکنیم اون داستانو. اینی که این برمون میبینید دانشکده مهندسی معدنه. بچه ها در کل دانشگاه امیرکبیر سال 1337 تأسیس شده و کلا دانشگاه پلی‌تکنیک اولین دانشگاه پلی‌تکنیک و تنها دانشگاه پلی‌تکنیک ایرانه.
و مادر دانشگاه‌های صنعتی ایران هم هست و اینکه در کل دانشکده‌اش مهندسیه دیگه، فقط پروژه مهندسی و صنعت و اینا. اونورتون که می‌بینین زمین ورزش و کنارش باشگاه و استخر و اینا قرار داره و خب اونورم دانشکده معدنه دیگه. بریم جلوتر. خب بچه‌ها اینی که پشت منه دانشکده عمران و محیط زیسته، همونطوری که این ورم فکر کنم ببینید میره دیگه سمت مجموعه ورزشی و اینا که حالا بریم جلوتر. پلیمر و رنگم این ورم. خدا که چیزی مشخص نیست ولی خب قبول کنیم که اینجا دانشکده عمران و محیط زیست. این دوتا ساختمون دوتاش هم عمران محیط زیسته. بعد سمت چپمون، آفرین، سمت چپمون سمت چپمون امور کل آموزشه و دانشکده پلیمر و رنگ که بیا نشونتون بدم. اون دانشکده که اونور کوچیک‌تره می‌بینین مواد و متالورژیه، مهندسی مواد و متالورژی. اینی که اینور می‌بینین بزرگتره پلیمر و رنگه که خب خیلی دانشکده بزرگیه و خیلی رشته خفنیه. اینم که اینور ساختمون محیط زیست رو کامل نشونشون بده. خب بچه‌ها این ساختمون شیشه‌ای که اینور می‌بینین این سلف شیشه‌ایه یا همون آکواریوم که بچه‌ها میگن. این برای وقتاییه که غذا خیلی دیگه چرته ما میریم اینجا اسنک و حالا همه چی هرچی بخواین داره دیگه. و حالا یکی دیگه اونور دارن کلین فود میزنن که از اینجا داریم میبینین هنوز تأسیس نشده ولی اونم شعبه حالا فست فود و اینا. سلف شیشه‌ای که رد میشیم دانشگاه هوافضا که به هواپیماهاشون نشونتون بدم. آفرین بیو اینجا هم 2 تا ورودی داره، یکی از اون مثل دانشکده ما، یکی از اون یکی از اون. آفرین اینو تون بیا که خب اینجا سردره، اونور سردر دانشکده هوافضا، اینور هم هواپیماهای به گل نشسته شونه که خب همونطور که مشاهده میکنید. خب بچه اینی که پشت من داریم میبینین دانشکده مهندسی شیمی که چسبیده به دانشکده پلیمر و رنگ، مهندسی پلیمر و رنگ. بعد این که دیگه میره کنار ساختمون، کنارشو نشون بده از همینجا، ساختمون سالن اجتماعات و برنامه ها و اینا. کنارش مشخص نیست ولی حالا بیا اینا این ورو بگیر. خب اینجا دانشگاه ریاضیه دیگه، درسته؟ بله. خب نه فکر نکنم، نه بابا مال هوافضای دیگه. آره نه هوافضا، اینم مجسمه هوافضا. چی میگی؟ نمیدونم الان پنیک کردم آدم ها میدونی یه سری شهرهای گمنام اینجا در واقع خاکن. بعد این پشتش هم مسجده. بعد دیگه اینو که رد میشیم تازه میشه وسط دانشگاه. حالا بریم وسط دانشگاه. خب بچه ها اینجا ساختمان خیام همون دانشکده ریاضیه، ریاضی و علوم کامپیوتره که خب خیلی مهمه. ما اکثر درسای یعنی یک سری از درسای تخصصیمون توی همکف دانشکده خیام. و اینکه دوباره 2 تا ورودی داره و بریم از اون برم بهتون نشون بدم. و در کل اینکه ورودی اصلیش اون سمت، حالا این ورودی همکف خیامه فقط. دنبالم بیاین. اینجا ورودی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتره. اون ساختمان بزرگی هم که پشتش دارین میبینین اون دانشکده برق و مکانیکه که بزرگترین دانشکده خاورمیانه است و کلا خیلی دانشکده بزرگیه. اینجا که میبینین ساختمان آمفی‌تئاتره و خیلی بزرگه و اونی که اونور میبینین دانشکده مهندسی کامپیوتره و اینوری مرکز بهداشته که حالا دکتر و اینا خواستیم برین هست. خلاصه که اینجا نمیمیرین. میای
اینی که میبینین ساختمان خوارزمیه و پایینش هم خیامه و این بریه یه دانشکده مکانیک و برقه که خودتون از اول بگی چه بزرگه. این هم اینجا گشتن نگمش نگوش نگمشون یه گشتن اینجا، حالا هر کی چیزی شد سری برسونن خودشونو. آقا مکانیک و برق اینجا وسط دانشگاه امیرکبیره. اینجا که میبینین سلف که دو تا سلف مشاهیر و سلف جنبه نمایشگاه. این ساختمانی که این وره ساختمان مهندسی نساجیه، اون ساختمان قرمزی که پشتشه مهندسی پزشکیه و اینه که این ور دارین میبینین این فروشگاه تعاونیمونه که حالا خیلی بزرگه و اینا. بعد بریم براتون اون و از اون ور بگیرم که دانشکده دریا و آقا این دریا کدوم نفت و دریا اونجا. آها راستی این دانشکده به ساختمان ابوریحان معروفه، این اسمش اینه و کلا میبینیم خیلی بزرگه، از وسط دانشگاه تقریبا تا تهش ادامه داره. اون دانشکده هم که اینجاست من دیگه نفت آره نفت و دریا، من دیگه چیزم داره تمام میشه. چی میگن؟ چی؟ انرژی اجتماعی؟ آره هم که این گفت داره دیگه تمام میشه. چی دیگه داشت؟ باتری اجتماعی داره تمام میشه واقعا دیگه نمیتونه. خب بچه ها اینجا دانشکده نفت، دانشکده دریا کو آفرینش حالا من نمیدونم یا با اینه یا پشت اینه یا با اونه. آره با یکی اینا. و اینکه این عرشه داریم سردرشو نزدن، حالا بنر میبینی فکر نکنید بنر قراره بمونه، نزدن. اداره امور تغذیه هم دقیقاً چسبیده به اینه که بیا از اون راهی که هیچ کس توش نیست بریم سمت دانشگاه خودمون. نظرم بریم. بچه ها اینجا دانشکده مهندسی نساجیه که خیلی هم بزرگه. پشت مهندسی نساجی مهندسی پزشکیه، یعنی یه عالم دیگه است. بیایم نشونتون بدم. اصلا هم به خاطر اینکه رشته خودم نیستا اصلا ربطی نداره. خب اینجا هم پرینترها و خشکشویی و اینای دانشگاه اینوره که حالا دیگه ته دانشگاه همینه دیگه تمام شد. بعد بریم سمت دانشکده خودمون. اینجا به ما نیست. خب اینجا دیگه همه آشنا، اینجا نمیشه رفت جلو گفت خب اینجا اینجوریه، همه اینجا که چیکار میکنه. این زیبایی که میبینی جدیدترین دانشکده، جدیدترین دیگه جزء جدیدترین، من میگم جدیدترین دانشگاه یکی از اساتید دانشگاه عمران اینو ساخته. آره و عجب دانشگاهی نگم براتون، عجب دانشکده ای. در کل این که دو تا ورودی داره، یکی از این وره یکی از اون سمته که حالا ورودی دانشگاهه، این دیگه درست دانشگاه، ورودی دانشگاه و ورودی دانشگاه با همه. و این که در کل بیایم خیلی ریز بهتون فقط سر تا پاشو نشون دیگه خودم نمیبینین دیگه. بیایم نشون بدیم. اینجا بچه‌ها دارن مافیا بازی میکنن. آفرین گفتم. و این که میبینین دانشکده مهندسی پزشکی. آفرین سرشو اون بر انداخته پایین، خیلی نامحسوب داره کنارم راه میره اینجا که من با این نیستم. هر کل اینجا که میبینیم سالن مطالعه است که شیشه اینم دانشکده مهندسی پزشکی که گلامون هم برشن گذاشتن تو. آره در کل دانشکده خوشگله. حالا ورودی سعید دانشگاه امیرکبیره و اینجا یه ورودی جدا میشه واسه دانشکده امیرکبیر که خب اینجا یکی از پروفسورهای دانشگاه فوت کردن. دانشکده به چه عظمتی، چه زیبایی، چه جبروتی. خب اینجا میشه لابی دانشکده مهندسی پزشکی که خب من الان دیگه بهتون داخلم نشون میدم دیگه، نه که دانشکده خودمونه مال خودمونه دیگه، بریم تو هم بهتون نشون بدم. ما هم اینجاییم، من و خانم آفرینش نبودی. اینجا لابی دانشکده پزشکیه، مهندسی پزشکیه. گلمون رو نشون میدیم. گلمون نه برو اوکیه.
نه برو از اون کلا دیگه نمیگیره. اوکی شما وقتی میخوای بگی برو نگاه نکن خدا اینا دوتاشون هم یعقوبه. این یعقوبه کافی و نمیدونم قهوه و این چیزایی که داره است، اونم یعقوب خوراکی ها که حالا همه دانشگاه‌هایی که اینا دارن. در کل این که همین تمام امکانات دانشگاه ما همین. دیگه داخل خیلی شلوغ بود و دیگه دارم نمیتونم دیگه. خب همه آشنان دیگه قاعدتا نمیشه. و اینکه اگه بهم میگفتن برو وسط تهران سر مردم بذار ویدیو بگیر، خیلی برام آسان‌تر بود تا اینکه بخوام وسط دانشگاه بیام ویدیو بگیرم. ولی خب اینم به خاطر این بود که دانشگاه رو بهتون نشون بدم. و در کل اینکه چیزی میخواستم بگم استرس وجودم برای که میتونم دیگه نمیتونم بگم. آفرین یه چیز قبول بگم یادم نیست بگم. نه چیزی نیست. نبود؟ حس می‌کنم یه چیزی بود. نه نبود. در کل این که خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو دیدین. اگه میخوان که ویدیو دیگه براتون بگیرم، حالا چه از دانشگاه چه از چیزهای دیگه، توی کامنت ها حتما بهم بگین. و اینکه یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنین، چنل من سابسکرایب کنین، خیلی به من کمک میکنه. و اینکه تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. مرسی که چنل یوتیوب منو کات نکن.